اگر خوشبختی تلاش باشد. خوشبختی میتواند نتیجه یک تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشد. در مسیری که هنوز به پایان نرسیده است. تلاشی که بسیار شخصی است و نوع ارضای درونی را برای ما به وجود می آورد. این اتفاقها و برخورد با هر آنچه که غیر قابل پیش بینی است ما را به چالش می کشد و این چالش ها آرام آرام ما را به حس خوشبختی نزدیکتر می کند. ما بیشتر مواقع منتظر هستیم تا مسیر تمام شود تا با مهر تاییدی که به دست می آوریم احساس خوشبختی کنیم. اما درست زمانی که مسیر را تمام می کنیم حسرت آن را می خوریم و شاید آرزو کنیم که کاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تمام شده، احساس خوشبختی حس نمیشه، پس دوباره مسیر جدید را شروع می کنیم. به امید که شاید این بار خوشبختی را حس کنیم. حس کردن خوشبختی، حس کردن مسیری است که خودمان تلاش میکنیم تمامش کنیم. اما موضوع اصلا تمام کردن یا نکردن نیست. موضوع تلاشی است که در مسیر انجام میدیم. این تلاش هر چقدر سخت‌تر باشه و مسیر با چالش‌های بیشتر همراه باشه، احساس خوشبختی عمیق‌تر خواهد بود. مخصوصا اگر بتانیم مسیر را به پایان برسانیم. بسیاری از ما خاطرات سختی داشتیم. مثلا امتحانی که سخت بوده و هفته‌ها درس خواندیم و بیخوابی کشیدیم تا در امتحان‌ها موفق شویم. در همان فرآیندی که برای امتحان تلاش می‌کردیم، بخشی از ما آرزو می‌کرده که ای کاش زودتر زیر این فشار خلاص شوند. و بخشی دیگری در وجود ما لذت مبهم را تجربه می‌کرده و بیخوابی‌ها را طاقت می‌آورده. این لذت مبهم همان احساس ناپایدار و گنگی است که خوشبختی نام دارد و دقیقاً تجربه دوباره همین حس مبهم است که ما را وسوسه میکنه تا مسیر جدید را امتحان بکنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم، این احساس با تمام ابهامی که داره عجیب بر درون ما تاثیر میگذاره. هیجان گرم و قابل لمس که آرامش عمیق و در عین حال ناپایدار دارد. تجربه این احساس ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک میکنه و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم میکنه. تجربه این احساس در طول مسیری که انتخاب میکنیم خوشبختی را برای ما پررنگ تر میکنه. البته آگاهی ما از خود ما و ظرفیت های ما چشم های ما را بر روی احساس واقعی خوشبختی باز میکنه و ما را از بازی های نمایش خوشبختی دیگران دور میکنه. از افسانه‌های دروغین دور میکنه. از نمادهای رایج خوشبختی که در رسانه ها تبلیغ میشه دور میکنه. وقتی به مسیر و تلاش های من آگاه هستیم قطعاً به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درون است، مبهم و غیر قابل تعریف، اما عمیق و در عین حال موقت است.